در این ویدیو با یک خط خیلی مهم در ایچیموکو آشنا میشیم که اون رو کیجونسن 103 مینامیم. از دسته اندیکاتورها با سرچ کردن لغت ایچیموکو اون رو به نمودارمون اضافه میکنیم. بعد از اون میایم داخل بخش تنظیمات ایچیموکویی که داریم و خط بیسلاین رو پیدا میکنیم. بیسلاین معادلی هست برای کیجونسن که در ابزارهای تحلیلی استفاده میشه. تمام المان‌های دیگر رو به غیر از بیسلاین خاموش میکنیم. من برای اینکه خط کیجونسن 103 مون قاطی نشه با بقیه خطها، رنگ اون رو هم به مشکی رنگ تغییر میدم. بعد در بخش ورودی ها مجددا برای بیسلاین ما عددها رو داریم که خب طبق تعریفمون کیجونسن 26 کندلی بود. اینجا عدد 26 رو به عدد 103 تبدیل میکنیم و در نتیجه کیجونسن 103 برامون روی نمودارمون ترسیم میشه. اما این کیجونسن 103 چه خاصیت‌هایی رو برای ما داره؟ دو خاصیت خیلی مهم رو ما میتونیم برای کیجونسن 103 در نظر بگیریم. یکی زمانهایی که داره به عنوان حمایت یا مقاومت عمل میکنه و یکی زمانهایی که شکسته میشه. دقت بکنید، ما هیچ موقع نمیایم بگیم که کیجونسن 103 یه حمایت یا مقاومت اگه بهش رسیدیم نمیشکنه یا اگه بهش رسیدیم حتما میشکنه. نه، بلکه صبر میکنیم ببینیم قیمت چه واکنشی رو به اون خط نشون میده، بعد میریم سراغ تحلیلش. در بحث حمایتی یا مقاومتی مثل این دو بخشی که داریم الان میبینیم و ملاحظه میکنید که با توجه به این سایه های بلندی که روی کندل ها شکل گرفتن ما متوجه میشدیم که این خط داره شکسته نمیشه. در نتیجه این مقاومت که صورت گرفته و این خط شکسته نشده، ما توقع یک پایین اومدن شدید رو از قیمت داشتیم. در جهت بالا رفتن هم باز به همین صورته، یعنی اگر بیاد و کیجونسن 103 ما روی نمودار حمایتی رو انجام بده، ما توقع بالا رفتن رو داریم. در جهت حمایت هم به همین صورته، اگر قیمت بیاد از بالا و این خط به عنوان یک حمایت عمل بکنه، ما توقع بالا رفتن خوبی رو ازش داریم. نکته‌ای که وجود داره اینه که حتما باید از نشکسته شدنش مطمئن بشیم و متوجه بشیم که نشکست. اما در مورد شکسته شدن این خط و زمانهایی که این خط میشکنه به سمت بالا یا به سمت پایین، اگر شکست‌های درستی رخ بده، فرض کنید اینجا که به سمت بالا یک شکست خوب رخ داده، ما توقع رشد قیمتی رو داریم. یا در این نقطه که شکست رو به پایین خوبی رخ داده، ما توقع پایین اومدن قیمت رو خواهیم داشت. بحثی که وجود داره اینه که کیجونسن 103 در خیلی از مواقع همونجوری که روی این نمودار مشاهده میکنید با قیمت تداخل نداره. یعنی خیلی از مواقع ما اصلا با کیجونسن 103 کار نداریم. در نتیجه میتونیم اون رو همیشه کنار ابزار ایچیموکومون داشته باشیم و همونجوری که الان یه ایچیموکوی ساده رو من به نمودار اضافه میکنم و المان‌های ایچیموکوی خودمون رو داریم، کیجونسن 103 رو هم به عنوان یک خط مشکی رنگ در کنار اون داشته باشیم و زمانهایی که قیمت نزدیکش میشه حساسیت به خرج بدیم و واکنش‌های قیمت به اون رو بررسی بکنیم. الان می‌خوایم روی نمودار شاخص کل یک مثالی رو با هم دیگه حل بکنیم که از شما هم در این موضوع کمک خواهیم گرفت. در انتهای این بخش مشاهده می‌کنید که قیمت به کیجونسن 103 ما رسیده و یک الگوی هارامی شکل گرفته. فرض بکنید اینجا کیجونسن ما به سمت پایین شکسته نشده باشه و حمایت بکنه. آیا باید توقع یک رشد رو از قیمت داشته باشیم یا خیر؟ اگر جواب شما بله بود، همونجوری که ملاحظه میکنید ما یک رشد قیمتی خوب رو روی نمودار دیدیم و عددی هولوش 8% رو برای شاخص کل شاهد بودیم. اگر پاسخ شما خیر بود، باید ذکر بشه با توجه به اینکه گفتیم زمانهایی که خط کیجونسن 103 حمایت بکنه ما توقع یک بالا رفتن قیمت رو خواهیم داشت. ملاحظه میکنید که قیمت به سمت بالا حرکت کرد. پس همونطوری که دیدیم خط کیجونسن 103 هم برای ما اهمیت زیادی داره، اما باید توجه کرد که این المان هم
وزنی مشابه با المان‌های دیگه داره، نمیتونیم صرفا به اون تکیه بکنیم. اگر کیجون سن 103 ما داره به سمت بالا شکسته میشه، ما باید تاییدیه دیگه هم از المان‌های ایچیموکو یا ترکیب کرده با RSIمون دریافت بکنیم که بتونیم از بالا رفتنمون و خریدی که انجام میدیم مطمئن باشیم. و اینکه این موضوع خاطرتون باشه هیچ چیزی در تحلیل تکنیکال قطعی نیست. در ویدیوهای بعدی به ترتیب بررسی سیگنال های ایچیموکو برای تحلیل کردن یک نمودار میپردازیم.